که چند وقت همین جواب گل زندگی بچه دیگه مال به کجا؟ برو نانه جو برو. با کجا برو نانه؟ با خونه دختر خوب، با خونه بچه خوب، با خونه قوم خیشا برو دیگه. من نمیتونم نانه جو زندگی خود خراب کنم. زن میگه یا مادر خود انتخاب کو یا من انتخاب کو. من مجبورم این کارو بکنم. میشه که من زن بچه خود یلدم نانه جو شما اینجا با خونه بشونم. یعنی من تو رو چی راست کلون کردم نانه؟ برای کلون کردم که امروز تو زحمت بر بکشی تو امروز من از خونه خود در تو واسه و توان بگو زحمت شما رو بکشیدم مادرمه. گناه شما هم هسته. به یک پیاله چای گیر میدیم، به یک لقمه نون گیر میدیم، با تا خونه رو جارو میکنه میگه مردم جارو نکو. شما نه جوبم روال قدیم پیش رفتیم آخی. حال روال قدیم نیه. عروسا حاله به روال قدیم کار نمیکنه. این وقت شده که حال زن از مادر بیتر شده. بیتر شده و نشده این خود شما میکاره کردیم، من نکردم. این تهم میشه که من زن و بچه خوریاله کنم که برای به خونه پیار و مادر خود بشونم. نو بعد من بچه ها دیگه هم به بچه دیگه شما هم میرسه، بهم دختر شما هم میرسه، بهم قوم خیشا هم میرسه. خدا میدونه 2 سال دیگه زنده بشی نه یا نه. هر 10 روز به خونه یک کنم بری پره میشه وقت تو. این روز زود که زمان بکه از بچه کمال کو. امروز تو جانه داری. عجیب وقتی شده که امروز این کم نخسته آدم نیست. و بچه کلول کردم که ایشه استراحت کنم. حال من از خونه خودر میکنه که تو برو که زن به خود من نمیسازم. من چه کار کنم ایشته کنم. بله سلام علیکم. چی ماین خاله جان؟ خاله نیم ننه. ننه مادر تو رو کجا بودیم ننه؟ چرا گریه میکنی؟ زن نکنه ننه. برار تو من از سراخو بدر کرد. رمضان ما دیگه من اینجا یک دقیقه دیگه تو رو نمایم ننه که تو اینجا باشی. تو اگه اینجا باشی تا باشم جنگ و جنجال زن و به تسر منه. بابا من چی کار دارم برای اینا؟ من کی مخور به کار اینا دخالت کردم؟ من میگم لقمه نون خور میخورم، نماز خور میخورم، یک گوشه پرته و بونه گیری داره. میگه برو به خونه دختر خو برو به خونه بچه خو برو. ما دیگه تو بیشتر دیگه جمع کرده نمیدونم. ما به کجا برم؟ دیشب ما گوشت تیر کردیم. دیشب سرشم گوشت تیر کردیم. اصلا اوزا کشمشی نانم سر گذارم میرم یک ریپ پول کار نیه. حالا نه من چی مایم؟ من پیش شما گفتم با امیدی. نه به خدا با شما خیلی خجالت دارم. نه شما میمونیم برای که رمضان نیایم با دیگه روز اگه میامدیم به خاک کی. یعنی من با کجا برم؟ نه من شما رو با امید کلون کردم که شما زحمت نه دیگه سعی کنیم شما هر روز به خونه رمضان حال با بیامدیم به تسهر ما. من شما چه کار کنم؟ نه سعی کنیم اول کوی غصب روی دینه داره. ببین ماه مبارک رمضان که هیچی هم نیه که من بیارم بخورد. یک شو سلاته خوردیم ما. سرشون باور کنید که نون چای خوردیم. نه اصلا اوضاع خیلی خرابه. پول نیه. شما یک کار بکنیم بریم بخونیم و در عباس بریم. یعنی امیر بگو تا مثلا خو مثل رمضان مثل میترسی و چی خو بگم؟ نه مسئله ترسیه. گپ بسر امینه نه. گپ بسر امینه که تو از این خمتن مثل میترسی. نه ترس نه ترس نیه. مسئله ترس نیه. پول نیه. حالی هیچ ما 2 نفر 3 نفریم. وقتی ما 3 نفر منم گیپک اونه. وقتی چینی بخورم با شما بدم تاثر ما با اون میگه با بارخور زیتی او دی نه من چیزی نمایم که با خونه شما پخته کنیم و بخورم. یک جایی باشه که لااقل سر خورم بگذارم پرده ما بشه چی خور بگم. نمیشه به خدا ما نه شرمنده به پیش شما دیگه. نه من شما چی رقم به چی امید کلون کردم؟
با امید همین کلون کردم که امروز شما به ما زحمت کشید، نه که به در خونه شما بیام من جواب دی. آیا خوبه که ما برم به پیش دوماد به خونه دوماد بابا برم؟ مادر دیپک گو اصلا مرد نماره که ببینه رنگمون نماره. میگه تو دست خیلی هر روز میری صبح به بازار میری با شما میای با شما رو نگاه ببرم. نمیگه مادر خورم وردیشی بیاردی و تحصیل ما چی بخوریم؟ آخه خوار تو که اصلا زن مردمه، من نمیتونم برم به در خونه از اون. میگه بچه ها کلونی داری جمع کنه که من ایجا کنم. تو چی خاطر گریه میکنی دیگه؟ مشو گریه میکنی دل من گریه مایه دیگه. یعنی نه نمیشه کنه ما برم خونه شما در نکن ما برم. بله ما خونه عباسی نبریم خونه دختر خو بریم. من به زنگ بزنم به عباسی نمیگم لاله جان خود بیا ببرن. میتونی گلا رفته بخشیم نمه بوده کردم بچه ها خود نه گردن اما بچه بند باش. مردم بیتره. پشتونه به زمین نخوریم لاله جان پاشو نرم خونه میشه. دوماد برم بگم من بیام بودم من بچه ها رو بدر کرد. عباس قرصات نماسه شما نافی با آخه چی میکنه دیگه؟ ما دوماد رو میشه پیاره شما پیاره ما این چه بیبی گریه میکنی چه کاره؟ چه کار کنم؟ ها؟ هر دو بچه من هستم در خونه اینو من جواب داد. یکی کمر از خونه خوب در کرد، یکی دیگه هم برسم به در خونه و گفت اگر استن من نمیتونم تو به خونه خوب برم. زن مقال میکنه بچه معصاب نداره. حالا میبینی که از مادر که زن بیتر شده. ماما شما را از سراخ و بدر کردم. اینه چری بیبی خوب؟ بیبی شما گریه نکنی. بیبی جو گریه نکنی. خیلی شما بدر کردم از سراخ و به خودی زنکا خوب. هر دو تا زنکا خوب میترسم. اما جنجال چیزی کردین خودی زن. نه من چی کار دارم از اینا؟ من اصلا اونی ندارم خودی از اینا. زنی از دروغ برفته بری شیخو گفته که تا به شما مادر تو گپ میزنه به هر کار داره میگه تا خونه چرا میکنی چه کارو فلان. من از خونه خوب بیرون کن گفته تو به زن به هر گپی بونه گیری میکنی خلاص من از سر رو بدر کن. بیا مدام دارم سر از یک بچه خو گیله کامدم من گفته من چون زن ما تکلیف حساب داره من نمیتونم تو به سر خوب برم به خونه خو ما هیچ چی نداریم. پس شما به چی روز اینا کلون کردین بیبی؟ نه نگم چه کار کنم. خداوند اینا هدایت کنه بیبی. خداوند اینا هدایت کنه. خیلی شما گریه نکنین بیبی. به دشت و کوی نموندی بیبی. شکر خدا سلام هسته. بریم همون سلام باشین. خجم مصاحب شما رو من میدم هیچ گپی نمیرم کار میکنم. خدای پاک تو شکر هسته که چه چیزی که شما بخوریم بیبی. دل ما رو خون کردیم بیبی. وخزیم بریم سلام وخزیم ببین. خداوند اینا هدایت کنه بیبی. خداوند اینا هدایت کنه. بیاین خیلی باشه. بیاین این ماما خود اگه سلام نمیکنم دل جمع باشه. بفهمدین سلام نمیکنم دیگه اونا. هیچ ظالم شدن که مدر خود سلام بدر میکنم. بریم بیبی. بیاین بیبی گریه نکنیم شما خیلی باشه. با بیلا سعی تو بچه کلون کو یه روزی بدر دادم بخواه نیکی مدرها خود از سرا بدر کنم. بچه رو بدر نمیخوره نانه. خیلی نه. من اصلا گفتم به تو بگم که این رو فایده نداره که بچه دماغ بچه مدر خود از سرا بدر کنم. نگو ببین سر خور سفید کردم و به خاطر این بچه ها چیز ما کمبین شد به خاطر این بچه ها جیگر ما تکه شد تا بشم رفت رفتی کردم شکم از اینا کردم که اینا یک روز به دردم بخورم همین تو به دردم خودن که من امروز از سراخ و بدر کردم. خدایی که جوانی خود خلاص کردم به خاطر بچه. زحمت بچه کشیدم بچه کلون کردم آخر بچه بخزم مدر از سرا بدر. اورو زحمت کشیدم از اینا ننه با امید زحمت کشیدم که اینا به دردم نمیخورم. حالا هیچ کدوم هم به دردم نمیخورم.
کجا بدیدی پک؟ هیچی با سرا ای اونجا خود بچه ها بازی میکردیم گله بازی بابا بیبی ما گل رمضان ما بدر کرده ما برفتوندم سرا شما پیار تو من رو نداده و بابا جو سعی تو ما و تو دیشب خبر نداری سرشون چی خوردم سحری چی خوردیم یک لقمه نون نیست از خونه رمضان وقتی لک کرده بیام و نانه ما به سلام ما خیلی گرم میکرد دل موضوع بود سخ بابا کی گریه میکرد؟ بیبی من گریه کنم من گریه کردم هر غم نکنه بیبی مانه مشت پیزاله به کجا بره گناه داره دم ازی سر دم آخر او جواب میده چه کار کنه؟ خود تو پیش خود که پک فل میکنی برو مزدوری کو بیار برو نانه خود جمع کو بیبی خود جمع کو وقتی نیه دیگه ما و شما سر بیشون میگذارین گیشتاییم با بابا نانه تو بارخور زیادی چی بودم من؟ ما شم دیگه با چرا گپ میزینی یا پیش خومی تریشینی؟ بابا جو خود من دلسوزی میگم سلام علیکم لاله نیرالله و علیکم خوبه کجیر بخیری؟ بخیریم سلامه چجوره؟ چی چی گفوه؟ گفوه؟ خیریات بخیری؟ با شکر چیکار میکنی با خود گوسپندان گردانی ها؟ چیکار کنین دیگه کجا میرفتین؟ همین تو مهم برم تا اقلا یک چرخه یعنی من به شما یک گپ میگم به شرط به سر شما بد نخوره خیریات باشه از این دو بچه کوکا شما یعنی به سر شما بد نخوره بی غیرت تر دیگه من ندیدم با چه کار شده؟ با چه کار کردم؟ مادر بیچاره خود از سرا بیرو کردم یعنی به نظر شما کار خوبی کردم یعنی اینا روی خوشیر میبینم آدم میگه نوال میشونه که ازو به فیج برسه یا ازو حاصلی بگیره امی زن کوکا شما میدو بچر کلون کرده از اینا حالی که ماه به فیج برسه حالی به سر پیری مادر خود بدر کردم به خاطر زن اگه آدم پول نداشته باشه به هر کوچی 10 تا زنه ولی مدر پیار با آدم پیدا نمیشه اگه مو مدر از اونو آیا دل از اون کنده شه آیا همی دو بچه کوکا شما روی خوشیر خودیدم آیا خیر خودیدم میگه هرچی کش کنی درو میکنی حالی بچه ها کوکا شما به سر مدر خواهمی تا ظلم میکنه او را از اینجی به اینجی شوت میکنه او جمع نمیکنه سبا روز بچه دختره از اونا خودی همین بچه ها کوکا شما همی کار میکنه آره اگه من مردم شما یاد میکنه میگی می کجی روز یمی گپ پر بزن سکو کجیر جو اینا به پیار خود چه کار کردن که با مادر خود بکنم پیرک اینا دست از این بچه ها غم بدل کرد هر روزی که خدا بیا مرزه کاکام فت کرد من اصلا به 4 طرف از اینا دیگه دور نخوردم تو یک روزی مر بدیدی که یا بدم سر رمضان باشم یا بدم سر گیلک دل سنگا به مادر گیلگو میشود دل سنگا کمر شکسته آسازده میره رو به از این سرا به این سرا از این جی به اون جی کمر جمع نمی کنم جای باشه سرم پناشه آیا او 4 روز دیگه زنده خواب باشه یا نباشه او اسودگی ما بچه ها خورمایه بخونه آخرم بچه ها او به خاطر زن خو او را سرا بیرو کنم این کار خوبیه نه کجی یعنی راست اینا میگی اشته سر خور بالا میگیرم به میگی نمیقومی تنها اینا به خاک شه تنها اینا همخوی دو گنبتا خونه قدیمی یا آخه یک مدر اینا جمع کرده نمیتونه چی بکاره میگه به دنیا
فقط از مادر پیار چیزی بیتر برای آدم نیه. میگه بیش به زیر پای پدر و مادر. اگه همین مادر اینا رو نفری کنه اینا خیر به جلو از اینا میوه. یا خدا. گپا از اینا پیش من نگو کجی که من ازم قیافی از اینا بعد آماده. فایده نداره که من